الرحیم. خب رسیدیم به داستانی دیگر، به عبارتی سیمایی دیگر از یاران رسول خدا صلی الله علیه و سلم، از اولین فارغ التحصیلان دانشگاه نبوت، از اولین مخاطبان دعوت الهی، شاهدانی که ایمان اونها الگویی است برای ایمان دیگران. خداوند میگه اگر ایمان بیارن اونگونه که شما یاران رسول خدا صلی الله علیه و سلم ایمان آوردید، اینها هدایت شدن. بله، بانوی بزرگواری که امروز میخوایم درباره ایشون صحبت بکنیم دره بنت ابی لهب هست. دره بنت ابی لهب خیلی ممکنه برای خیلی عجیب باشه، دختر ابو لهب. خوب دقت کنید، داستان رو با دقت با هم بهش گوش کنیم، نگاه کنیم، ببینیم چه جوریه. از همون ابتدا که اسلام در مکه انتشار پیدا کرد، خب کسانی که دارای قلب‌های پاکتری بودن، قلب‌های آماده‌تری بودن، زودتر اسلام رو پذیرفتند. چرا که جاهلیت کور رو میشناختن، این شرک و خرافات رو میشناختن. به مجرد اینکه حقیقت ایمان رو فهمیدن و دیدن به اون رو آوردن و این دین جدید در واقع در بین قریش لحظه به لحظه انتشارش بیشتر میشد و از بهترین اونها برمیگزید و انتخاب میکرد. 3 سال این دعوت از ابتدا شروع شد، یعنی گذشت 3 سال از دعوت پیامبر صلی الله علیه و سلم گذشت تا اینکه جبرائیل علیه السلام اومد نزد پیامبر و به ایشون اعلام کرد که باید تو دعوتت رو آشکار بکنی. الان زمانیه که باید دعوتت رو آشکار بکنی. و ابن عباس رضی الله عنهما نقل میکنه که این آیه‌ای که به انذر عشیرتک الاقربین که از آیه 204 سوره شعراء هست، میگه که بر پیامبر صلی الله علیه و سلم نازل شد. حالا که اینجوری شد، پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم از کوه صفا بالا رفت و در محلی بود که بالاخره کسی وقتی خطری پیش می اومد میرفت در اونجا قرار میگیره و صدا میداد که طوفان داره میاد، سیل داره میاد، دشمن داره حمله میکنه و مشابه این جریانات. محمد صلی الله علیه و سلم از این کوه صفا بالا رفت و صدا زد یا بنی فهر یا بنی عدی و همجوری صدا زد، همه جمع شدن. بعد به گونه‌ای بود که دیگه اگر کسی هم نتونست خودش بیاد، کسی رو میفرستاد ببینه چه اتفاقی افتاده، چرا محمد داره صدا میزنه، برای چه این صدا رو زده، چه خطری پیش اومده. خب همه اومدند و قریشیان اومدن، ابو لهب هم اومد. پیامبر صلی الله علیه و سلم فرمود ارأیتم لو اخبرتکم ان خیلا بالوادی ترید ان تغیر علیکم اکنتم مصدقی؟ آیا نظر شما چیه اگر الان من به شما بگم که یک گروه سوارکار راهزن دشمنان دارن در بیابان میان و میخوان به شما حمله کنن و شهر مکه رو غارت کنن، آیا حرف من رو باور میکنید؟ همه اونجا که بودن گفتن ما از تو تا به حال دروغ نشنیدیم، ما جربنا علیک کذبا او کذبا، ما تو دروغی تا به حال نشنیدیم. گفت حالا که اینجوریه فانی نذیر لکم، من شخصی از جانب الله هستم که میخوام به شما بیم بدم، شما رو بترسونم. از چی؟ از عذابی دردناک به خاطر این شرک و خرافاتی که بهش مبتلا هستید. من دارم به شما یک چنین خطری رو گوشزد میکنم. در حالی که همه بهت زده و حیرت زده بودن، ابو لهب عموی پیامبر بلافاصله گفت تبا لک سائر الیوم، ای کسی که امروز این خبر آوردی، نفرین و هلاکت بر تو باد، به خاطر همین ما رو جمع کردی، ما رو اینجا آوردی، به اصطلاح اون موقع مثلا ما رو سر کار گذاشتی. که آیات الهی نازل شد تبت یدا ابی لهب و تب ما اغنا عنه ماله و ما کسب. خوب دقت کنید، این آیات الهی در همین لحظه نازل شد تا پایان. خب با قبل از اینکه بخوایم سیرت صحابی پیامبر، صحابی پیامبر، این بانوی بزرگوار رو با هم بخونیم، دره بنت ابی لهب رو، لازمه که ببینیم که اصلا خود ابو لهب کیه. نگاه کنید، درک دختر ابو لهب هست. خب ولی ابو لهب شاید خیلی ها نشناسن، لازم ما بهتر بشناسیم. ابو لهب خب عموی پیامبر هست، دره دختر عموی پیامبر میشه. خب ببینیم که این عموی پیامبر ابو لهب با پیامبر چه کرد. خب البته یکی از عموهای پیامبر، اینو مد نظر داشته باشید، یه وقت خدای نکنه اگه عموهای یکی از عموهای پیامبره، حتی میگیم دشمن انسان میتونه یکی از نزدیکان انسان باشه. اسمش در واقع ایشون عبدالعزا هست. عزا هم از بت‌هایی که در
بالاخره اونجا در کعبه و در بین مشرکان قریش رواج داشت. بهش میگفتن عبدالعزا ابن عبدالمطلب، خب که خب از قبیله بنی هاشم هست. و ایشون رسول خدا صلی الله علیه و سلم رو خیلی اذیت میکرد، خیلی نسبت به ایشون بغض و تنفر داشت نسبت به دین ایشون و رفتارهای بسیار زشتی رو نسبت به پیامبر ایشون چیکار میکرد؟ ایجاد میکرد، برخورد میکرد. میتونست اسم ایشون به خاطر چون یا کنین چهره زیبا و سرخی داشت میتونست اسمش ابو نور باشه، ابو ضیا باشه. اما جالب اینجاست که این اصطلاح قرآن ابو لهب که اصطلاح از اون شراره های آتش و سرخی آتش داره به این غلبه کرده و این به این اسم اینگونه شده که واقعا لیاقت یک چنین شرایطی هم داره، چرا که به هر طریقی سعی میکرده پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم آزار برسونه و در هر مکانی، هر زمانی، هر مناسبتی که دستش میرسید از آزار پیامبر کوتاهی نمی‌کرد. امام احمد رحمت الله علیه نقل میکنه، میگه که ایشون در این ارتباط از شخص به نام ابی زناد یا زناد نقل میکنه که میگه به من خبر داد. کی خبر داد؟ ربیع ابن عباد. خوب داشته باشید که از یه قبیله بنی دیل بود. میگه که ایشون از جاهلیت خودش میگه، قبل از اینکه مسلمان شده باشه، میگه پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم رو در اون زمانی که من در جاهلیت بودم دیدم در بازار ذی‌مجاز، بازارهای مکه بود. و هو یقول، ایشون راه میرفت به مردم، یا ایها الناس قولوا لا اله الا الله تفلحوا، ای مردم لا اله الا الله رو بپذیرید، این کلام رو بر زبان بیارید، حقیقتش رو بفهمید تا رستگار بشید. میگه و الناس مجتمعون علیه، مردم اطرافش جمع شده بودن و وراءه رجل ودیع الوجه، پشت سرش مردی بود چهره روشنی داشت، احول هم بود. این احول واقعا به معنی به اعتقاد من احول همون کسی که حقیقت رو درک نمیکنه، که حالا بحث عیب ظاهری میشه. میگه ایشون پشت سر ایشون راه میافتاد، میگفت انه صابیون، این از دین خدا خارج شده، از دین خارج شده، کاذبون، این دروغگو است. و همینجوری میگه پشت سر رسول خدا صلی الله علیه و سلم راه میرفت. من گفتم خب این شخص کیه؟ گفتن این شخص محمد هست و که این هم که میبینید که داره این برخوردو میکنه عموش ابو لهب هست. نیا کنید ماجرا به همینجا که ختم نمیشه. ابو لهب که فقط خودش این برخوردو داشته باشه، بلکه ایشون دارای یک ثروت و دارایی هم بود نسبت بقیه، بیشتر بود در قبیله بنی هاشم. و وقتی که بهش گفته شده بود که آقا تو بالاخره از این رفتارات بریم، حالا بالفرض که من جهنمی باشم، این مال و دارایی که من دارم اینها رو میتونم در روز قیامت مثلا بدم و فردا نجات پیدا کنم. چون گفتیم مشرکین عرب غالباً برای خدا شریکانی قرار میدادن، واسطه هایی قرار میدادن تا اینا رو به خدا نزدیک کنه. اینی که با آخرت ایمان داشتن، به بسیاری از اعمال ایمان داشتن، اما دچار شرک و خرافات و به قول معروف واسطه و واسطه گری شده بودن که این حقیقت رو فراموش کرده بود ابو لهب، که قرآن میگه یوم لا ینفع مال ولا بنون، در اون روز قیامت نه ثروت به درد انسان میخوره، نه فرزندان به انسان کمک میکنن، الا مگر اینکه شما ثروت و فرزندانی که داشته باشید که در مسیری حرکت کنن که سبب خوشنودی خدا بشه و جزء اعمال صالح شما بشه. الا من اتى الله بقلب سلیم. البته شرطش اینه که اول خود شخص مسلمان باشه، و نه شخصی که خودش حقیقت رو نپذیرفته، مبتلا به شرک، مبتلا به خرافات، مبتلا به واسطه و واسطه گری و امثال این چیزها هست و حقیقت توحید رو نمیفهمه. خب این دیگه به دردش چیزی نمیخوره. الا من اتى الله بقلب سلیم، مگر کسی که قلب سالم داشته باشه. خوب آیه رو دقت کنید، اینجا در آیه 88 89 سوره شعراء است. یوم لا ینفع مال ولا بنون الا من اتى الله بقلب سلیم، یعنی کسی که سالم و پاک و با توحید به نزد الله نره، در قیامت حضور پیدا نکنه، نه ثروت به دردش میخوره نه دارایی. پس شرط اول توحید و حقیقت و سلامت هست. چرا قلب سلیم آورده؟ قلب سلیم قلبی که حقیقت رو درک میکنه، قلبی که برای خدا جایگزینهای دیگری رو قرار نمیده. خب ماجرا که به همینجا ختم نمیشه. همسر ابو لهب هم در اذیت و آزار کمتر از شوهرش نسبت به پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم نبود. اسم همسر ابو لهب کی بودش؟ اروا بنت حرب ابن امیه. اروا بنت حرب بنت ابن امیه. این در واقع کی؟ خواهر ابو سفیان هست. خواهر ابو سفیان هست و دختر حرب هست و ایشون رو میگفتن تکنا، یعنی کنیش بود ام جمیل. ایشون رو به ام جمیل صدا میزدن، همون مادر جمیل. خب و
خب شخصیتی بود که خب ویژگی‌های خیلی خاصی رو در بین زنان عرب داشت. هم خودش از جانب بالاخره نسل نسب خانوادگی خب هم همسر ابولهب بود، هم خودش توانمندی‌های ویژه‌ای داشت و اینم خب در اون کفر و در اون نفاق و در اون شرک و در هر چی که تصور می‌کنه حضرت آزار کنار شوهرش ایستاده بود و سعی می‌کرد رسول خدا صلی الله علیه و آله رو اذیت کنه. تو مسیری که پیامبر مثلا می‌خواست بره مثلا مانع ایجاد می‌کرد، خار در مسیر پیامبر مینداخت، از مال و دارایی که داشت بخشش میکرد تا بتونه دشمنی رو علیه پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم ایجاد بکنه. در همین جاست که در سوره ابولهب ایشون رو حمالة الحطب خدا اشاره میکنه که نیا کنید دیدید که آتش جنگ میگن بین دو نفر هستی که دیگه خبرکش هیزم کشه. این اصطلاحیه، یعنی در واقع اینجا همسرش ابولهب که همین ام جمیل باشه، زنموی پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم، دقیقاً همین نقش رو بازی میکرد. ضمن اذیت و آزار پیامبر، ضمن تحریک شوهر خودش که عموی پیامبر بود، سعی می‌کرد آتش کینه و حسادتمون شعله برتر بکنه، خودش هم در این زمینه به عناوین متفاوت، چه حقیقی که خار در مسیر راه پیامبر بذاره یا اذیت و آزار دیگه بکنه، چه اینکه از داراییش استفاده کنه دیگران رو تحریک بکنه، خرج بکنه، انفاق بکنه و تهمت پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم بزنه. خب تا اینجا داشته باشید ما داریم می‌خوایم زندگی بانوی بزرگواری رو نقل بکنیم از یاران رسول خدا صلی الله علیه و سلم که این بانوی بزرگوار اسمش دره هست. دختر کیه؟ دختر ابولهب هست. عبدالعزی عموی پیامبر، عبدالعزی ابن عبدالمطلب هاشمی. دختر کیه؟ دختر اروا بنت حرب هست که خواهر ابو سفیان هست. شخصیت هایی که قرآن میگه بهشون تبت یدا ابی لهب و تب، و به اون ام جمیلش میگه و امرأته حمالة الحطب فی جیدها حبل من مسد. دختر یک چنین شخصیت هایی هست. وقت ما چون به پایان رسیده، امیدوارم جلسه بعد با ما همراه باشید تا بتونیم ادامه داستان رو با هم بخونیم، ببینیم که این واقعا چگونه میشه که دره بنت ابی لهب میشه جزو بانوان صدر اسلام و جزو ستارگان آسمان هدایت. با ما همراه باشید. خدایا رو نگهدارتون باشه.